دعایی هست که با خواندن آن دعا دروازه های آسمان باز می شود. دعای خیلی مختصر و کوتاهی که خیلی از ما از آن غافل هستیم یا هم نمیدانیم. در این حدیث بشنوید که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می فرماید ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز بودیم. ناگهان شخصی آمد و گفت الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز فرمود من القائل کلمت کذا و کذا. کی بود که این کلمات را گفت؟ آن شخص فرمود من بودم ای رسول خدا. نبی صلی الله علیه و سلم فرمودند عجبت لها، به این کلمات زیبایی که شما گفتین من تعجب کردم. فتحت لها ابواب السماء، دروازه های آسمان برای این دعا باز شد. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می فرماید از زمانی که این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم هیچ وقت این دعا را ترک نکردم. این دعا را قسمی که گفتیم الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا. شاید خیلی از مردم این دعا را بفهمند اما نمیفهمند که در کجا بگویند. وقتی یک مسلمان نماز را الله اکبر میگه و نماز را شروع میکنه، یعنی قبل از سوره فاتحه و بعد از تکبیر، ما معمولا دعای استفتاح را میخوانیم که سبحانک اللهم است، اما مردم از دعاهای دیگر آگاهی ندارند. یکی از دعاهایی که قبل از سوره فاتحه و بعد از تکبیر خوانده میشه همین دعاست، دعایی که دروازه های آسمان برایش باز میشه. حفظ بکنین، عمل بکنین و به دیگران برسانین. جزاکم الله خیر.